رهبریت کارخانه دوزندگی گلستان بیش از نصف کارمندانش را که در رخصتی بودند به کار فراخواند. این کارخانه توانست با شرکت معروف بریتانیایی قرارداد همکاری بندد و بازار را هم برای صادر کردن لباس پیدا نماید. حالا 70 نفر دوزنده های گلستان از پی کار شدند و خود کارخانه نیز از این فرمایش فایده میگیرد. برای کارمندان $100 معاش تعیین شده است. وقتی که کار نباشد، هم با کار که شود واسه همه ما با جمع شویم در اینجا. یک دو وقت کارخانه از فعالیت مونده بود، گفتن چنانی که قید کردم. من با از سر اینا با روسیه همکاری کرده استودیم. زکاس‌ها و فرمایش‌ها پی هم شده استوده است. طول چند سال اخیر کارخانه دولتی گلستان تنها از حساب فرمایش‌های خرد کار می‌کرد. درآمد آن هم خیلی کم، تقریباً $10,000 را تشکیل می‌داد. با شرافت این فرمایش ما امکان پیدا کردیم که بیشتر کارمندان خود را برگردانیم. شمار زیادی آنها در دیگر شرکت ها کار را شروع کردند، اما به هر حال فرمایش های خود را برای بازار محلی می‌گرفتیم. تا سال 2014 کارخانه گلستان به سرمایه‌دار اوکراینی فرتش تعلق داشت، اما تجارت رشد نکرد و با حکم دادگاه کارخانه به حساب دولت گذشت. کارخانه چندین بار به فروش گذاشته شد، اما خریدار را پیدا نکرد. حتی با نظرداشت فرمایش‌های نو تنها 30% اقتدار کارگاه استفاده می شود. چون این نشانداد برای دست یافتن به درآمد چشم‌رس کافی نیست. باید استحصالات حدالامکان 2 برابر افزایش یابد. این در شرایط امکان پذیر می شود که سرمایه‌گذاران خارجی جلب گردند. برای کارخانه تنها فرمایش‌های کلان می‌تواند فایده آور باشد. در صورت غیر خیلی دشوار است. محصولات ما برای فرمایشگر مقبول است و تا به حال هیچ شکایتی نشده است. مسئولین کارخانه گلستان به دخت باصفت و عاجل لباس‌های ورزشی برای جام جهانی فوتبال امید می‌بندند. از نگاه آنها این امکانیت خوب برای جلب سرمایه‌گذاران خارجی و فرمایش‌های بزرگ است. اما با این هم هنوز تقدیر بعدی کارمندان گلستان ناروشن باقی میمانند. آنها را فرمایش‌های نو انتظار است و یا رخصتی بیمزد.